هر مهاجمی رو میتونی فقط با همین دوتا تکنیکی که بهت آموزش میدیم از کار بندازی. خیلی سریع میریم سراغ آموزش تکنیک ها. فقط اصول درگیری و حالت آماده باش رو توی پست‌های قبل آموزش دادیم، حتما اون رو ببین تا بتونی به خوبی از این تکنیک ها استفاده کنی. تکنیک اول، زمانی که مهاجم هم وزن و قد و هیکل خودتون بود و چربی شکم پهلو خیلی زیادی نداشت و فقط می‌خواستی برای لحظاتی زمین گیرش کنی یا حالش رو بد بکنی، این تکنیک رو انجام بده. تو مرحله اول دست توی گارد خودت وایسادی. این دست جلوی من میخواد ضربه بزنه. دست مش میشه، دو تا سیکن قراره مهاجم بخوره. دست میاد پایین، یه چرخش پیدا میکنه و ضربه اجرا میشه به یک کف دست بالای استخوان لگن، دنده های 11 و 12. به این شکل ضربه اجرا میشه و مهاجم رو زمین گیر میکنی. اما حالا اگر مهاجم از شما قوی‌تر بود، قد و هیکل درشتری داشت، یا اینکه بحث مرگ و زندگی بود، بحث تجاوز بود، از این تکنیک تمام کننده‌ای که بهت میگم استفاده بکن. روی حالت آماده باش که وایسادی، حفظ فاصله رو که کردی، توی این حالت باید باشه که اگر مهاجم خواست ضربه بزنه تو اول بتونی دفاع بکنی. اول باید حواست به دفاع باشه. اما حالا توی یک لحظه با یکی از دستات که دست قدرتمندت نیست، با نرمی کف دستت یا با تیغه مشت دیگه اگر خواستی خیلی تکنیکت کاری باشه، به وسط فک ضربه میزنی. به این حالت یا به این حالت. 1 2 و با دست دیگرت با تیغه مشتت به این حالت به شریان کاروتید حدوداً 3 انگشت از مجرای تنفسی میری به سمت کنار، از هر دو طرف میتونی ضربه رو اجرا بکنی. توی این حالت است این دست میاد برای این ضربه، این دست با تیغه مشت میاد برای این نقطه، همزمان با هم اجرا میکنی. این ضربه رو اگر محکم همزمان بزنی، مهاجم اگر غولم باشه خاموش میشه و از کار میاد. فقط یادت نره که زمانی که فقط نیاز بود واقعا ازش استفاده بکنی، چون ممکنه که آسیب جدی به مهاجم وارد کنه. اگر این محتوا برات مفید بود، سپاسگزار میشیم که با لایک و اشتراک گذاری با عزیزانت که یاد بگیرن چطوری از خودشون دفاع کنن از ما حمایت کنید. جاوید باش.